بچه‌ها سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار افتر افکت از کانال علم تدوین. ببینید بچه‌ها، من همین اول آموزش بگم این ویدیو دو پارته، یعنی یه پارت 10 تا افکت دیگه هم داره که اگه میخواید من اون 10 تا افکت دیگه هم بسازم باید توی یه هفته لایک های این ویدیو به 50 تا برسه. اگه 50 تا رو رد بکنه توی یه هفته من براتون اون ویدیو رو میسازم و 10 تا افکت دیگر هم میدم. دیگه بریم سراغ آموزش. ببینید بچه‌ها، یه موقع هست ما توی به حضور شما عرض شود که موشن ها حرکتش حرکت نرمی آموزه، خودش شیپه خیلی خوشیه، میشه یه نرم ترم باشه. این تو پروژه های فورس ما خیلی نمیرسیم که مثلا به دیتیل و اینا خیلی به حضور شما عرض شود که بپردازیم، ولی بعضی موقع تو کارهای فورس میشه یه حرکت هایی هم زد. مثلا اگه من بیام از بخش افکت هم پریست بیام افکت اصلا اسمش روشه فورس موشن بلر رو بگیرم بندازم روی شیپم، ببینید یه بلری گرفت که اصلا کلن سطح کار عوض شد، ولی میشه بازم بهتر کار کرده، ولی چون اصلا فورس دیگه اسمش روشه برای کارهای سریع و پروژه‌ای که سریع باید بزنی برسونی، خیلی میتونه کاربردی باشه. این از افکت اول. ببینید بچه‌ها، بعضی موقع میشه توی پروژه ها مثلا من الان یه رکتانگل سفید دارم و یه تکست قرمز، میخوام کل رنگش یه رنگ ثابت یه رنگ دیگه بشه. مثلا میام اینجا فیل رو سرچ میکنم، فیل رو میگیرم میذارم روی پریکامپم و اینجا از بخش کالر هر رنگی که دوست دارم بهش میدم. مثلا من دوست دارم آبی باشه، خب مثلا هر رنگی دیگه، مثلا سبز باشه. این خیلی میتونه توی پروژه ها کمک حالتون باشه. افکت سوم بچه‌ها به شدت کاربردیه که من توی اینستاگرامم این پترن رو باهاش ساختم و به حضور شما عرض شود که ببینید این اینجوری نبوده که مثلا این لوگوها رو دونه دونه بیام کپی کنم مثلا حالا انیمیت کنم، نه اصلا. از بخش افکت موشن تایل رو سرچ میکنیم، میگیریم می‌ریزیم روی کامپ روی ویدیومون. ببینید بچه‌ها خیلی این افکت کاربردی، مثلا شما ترانزیشن رو میتونید باش بسازید، یه ترانزیشن ساده ما بریم باهاش. مثلا اینجا من تایل سنترش رو یه کی فریم میدم یا مثلا این ثانیه و مثلا میگم اینقدر بره. اوکی، یه ذره دیگه خوبه. ببین این ترانزیشن رو ما تونستیم بسازیم، ولی مثلا از همون افکت فورس موشن بلر رو من بیارم، فورس موشن بلر بیارم موقعی که داره این بیشترین جابجایی داره یه بلری هم داشته باشه، خب خیلی بهتره. ببینید بچه‌ها، این خصوصا برای پروژه هایی که مثلا 2 تا ویدیو رو میخواید ترانزیشن بندازید، اینکه 2 تا ویدیو بود خیلی قشنگتر خودشون نشون میداد. خیلی 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 افکت کاربردی تو پروژه ها میتونه کمک حالتون باشه. افکت بعدی بچه‌ها افکت وینیت هست وینیت هست میگیرم میذارم رو ویدیو. اینو بچه‌ها من یادم رفت، اگه هر کدوم از پنل‌ها رو ندارید، مثلا اگه این افکت کنترل رو ندارید، ویندو یک اینجا افکت کنترل رو کجا بود اینا اینجا فعالش بکنید، یا افکت پریست رو ندارید اینجا میتونید تیکش رو بزنید، یا شورتکات داره کنترل 5. کلا با هر کدوم از پنل هایی که من دارم کار میکنم شما نداشتید، از بخش ویندو بگردید پیداش کنید، میتونید تیکش رو بزنید و به حضور شما عرض شود که فعالش کنید. ببینید بچه‌ها، این افکت خیلی کاربردیه. مثلا من الان اگه اینجوری یه ذره باش بازی بکنم، ببینید برای موقعی که میخواید تمرکز مخاطبتون به مرکز ویدیو بره، من قبل و بعد نشون بدم. ببینید رو گوشه ها چقدر تاثیرش زیاده، میتونید از این افکت استفاده کنید. به شدت افکت کاربردیه توی پروژه ها. افکت بعدی افکت دراپ شادو هست، میرم میزنم رو کار.
ببینید بچه‌ها یه نکته در روی دراپ شادو من بگم، اینجوری نیست که مثلا حالا رنگ مشکیشو بگیریم اوپاسیتیشو زیاد کنیم مثلا یه سافتنس اینجوری بدیم استفاده کنیم. ببینید بچه‌ها میشه ولی قشنگ‌تر هم میشه ازش استفاده کرد. یکی که تو طراحی مثلا همکارا دیدم داره ترند میشه، از همین رنگ فیلش استفاده کنید، رنگ شادوشو. من آیدراپر رو برمی‌دارم میام اینجا، ببینید یه ذره با اوپاسیتیش هم بازی میکنید، ببینید قبل و بعد ببینید خیلی قشنگ‌تر شد. تو طراحی میتونه خیلی کمک حالتون باشد. افکت بعدی افکت 3D کامرا ترکر هست. من این رو به حضور شما عرض شد که میندازم روی کارم که کار آنالیز رو انجام بده. بعد بچه‌ها از این قسمت ادوانس که دیتیلد آنالیز هم میزنم که برای من به حضور شما عرض شد که دیتیل بیشتری رو به حضور شما عرض شود که داشته باشه. ببینید از اینجا مثلا زده 1 دقیقه دیگه مونده، الان زده مثلا کلا 727 فریمه و الان مثلا فریم 144 خب و اینجا هم درصدش رو زده که چقدر از به حضور شما عرض شود که کار درصدش پیش رفته آنالیزش. بچه حالا تا این آنالیزش کامل بشه اگه کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، یا اگه سابسکرایب کردید به خاطر این وی پی اینا چک کنید که سابسکریپشنتون نپریده باشه. و به حضور شما عرض شود که لایک بچه‌ها، همین که برای این ویدیو من شرط گذاشتم اگه مثلا به 50 تا لایک برسه قسمت دومیشو میذارم. هم کلا بچه‌ها اگه یه محتوایی که ما میذاریم ازش بازخورد خوب بگیریم، لایکش خوب باشه، کامنتش خوب باشه، شیر خوبی داشته باشه، قطعا ما انگیزه بیشتر میگیریم که محتوای خلاقانه تر بسازیم. و به حضور شما عرض شود که خصوصا کامیونیتی ما، کامیونیتی آموزشی خیلی کامیونیتی کوچیکی توی یوتیوب و کامیونیتی ادیت و اینا. انشالله که سلامت باشید و بتونیم ما هم در کنار هم انشالله که همه کانتنت کریتورها به اون چیزی که حقشونه واقعا برسن. خب ببینیم که این سولوینگ کامرایش یه ذره طول میکشه. من موقع تستم که داشتم به حضور شما عرض شود که این کار رو انجام میدادم خیلی طول کشید. اگر ببینم خیلی دیگه زیادی داره طول میکشه من به حضور شما عرض شود که این تیکر رو کات میکنم. بچه تو کامنت ها هم میتونید بگید که من الان مثلا موضوع آموزش ها رو اگه مثلا خودم یه موضوعی در نظر نداشته باشم میام از کامنت ها انتخاب میکنم، یا مثلا خب نیاز مخاطب ارجع به کانتنتی که من میخوام بسازم، چون چیزی که میخوام به درد شما بخوره شما دنبالشید. خب اگر مثلا توی هر ویدیو من تقریبا کامنت خودم میذارم پین میکنم موضوع آموزشی بعدی رو شما پیشنهاد بدید و به هر جهت اینجا روی کرییت کامرا میزنم که کامراهامو بسازه. ترک فوتوش خیلی بزرگه، مثلا کدوم مثلا من اینو انتخاب میکنم، راست کلیک کرییت تکست رو میزنم و مثلا میام اینجا به حضور شما عرض شد که تکستم. ببینید بچه ها من الان توی ادیت دیدم اینجاش خیلی داره طولانی میشه دیگه. این بخش چه میدونم انداختن سه‌بعدی تکستم روی اون صخره دیگه زیادی طولانی میشه. ببینید بچه ها اینجا شما سه‌بعدیتون رو بندازید روی همون، حالا اینجا صخره از هر سطحی که دوست دارید و به حضور شما عرض شود که تکستتون هم عوض میکنید دیگه. همین، این چیز خاصی نداره. گفتم که دیگه بیشتر از این وقتتون تلف نشه. خب ببینید بچه‌ها مثلا من اینا اینجوری کامرامو گذاشتم که متنم میاد اینجا و به حضور شما عرض فوتیجیه که آره شما خیلی بهتر به حضور شما عرض شود که میتونید کار بکنید و هرچی وقت بیشتر بذارید مسلما کار قشنگتری هم دارید. بچه‌ها افکت بعدی افکت لایت سویپ هستش.
اینو خیلی برای کارهای کنسرتی کلا استوری موشن اینا خیلی استفاده میکنن. ببینید بچه‌ها مثلا من الان اینجا میتونم بیام کاستومایزش بکنم و به حضور شما عرض شود که با این مقادیر بازی بکنم و اون نتیجه رو که میخوام ازش بگیرم. مثلا اینجا یکی فریم من میدم، میام روی سنترش اینجا یکی فریم میدم و مثلا اینجا البته سنترش رو بذار از این بر میشه. خب بعد میام اینجا مثلا طی این ثانیه میگم که بیا حضور شما عرض شود که اینجا. خب ببینید حالا من مثلا میتونم فاصله که فریم رو میذاره بیشتر بکنم که به حضور شما عرض شود که ببینید به همین راحتی این افکت درخشش رو که توی کارا میبینید اینجوری میسازن. بچه ها افکت بعدی افکت به حضور شما عرض شود که اکولایزر هست. ببینید مثلا دیدید من خودم آموزش اکولایزر دادم بچه ها، توی لینک دیسکریپشن هم یه آموزش اکولایزر رو میذارم. ببینید من یه سولید میسازم، راست کلیک نیو سولید، حالا رنگش اینا اصلا مهم نیست، یکی هم آدیو اکسپکتروم اینو میگیرم میندازم رو کارم و حالا اینجا مقادیری دارید که میتونید به حضور شما عرض شود که ازش استفاده کنید. و اینجا مثلا من برای آدیو لیر صدام رو براش تعریف میکنم، اینجا مثلا یه ذره با حالا صداش و اینا با این مقادیرم بازی میکنم. ببینید آهنگ تریاک، آهنگ سیخ و سنگ تقدیم به برای بچه کانال. افکت بعدی ببینید بچه ها شده مثلا ویدیو گرفتید بعد آوردید توی دیدین چقدر لرزش داره، حالا گیمبال و اینا هم خیلی کمک میکنه ولی حالا تو شرایطی که نیست. ببینید بچه ها افکت وارپ استابلایزر بذار من بگیرم بندازم تو کار نگندم شده. وارپ استابلایزر البته قبل اینکه بندازم صبر کنید این چیزشو ببینید، لرزششو ببینید که چقدر لرزش داره. خب بعد حالا اینو میگیرم میندازم و اسموس موشن میذارم رو نو موشن، میخوام هیچ موشنی نداشته باشه و الان نرم افزار داره شروع به آنالیز میکنه که کار من رو به حضور شما عرض شود که در بیاره. این 53 فریم کلا و ببینید لرزششو چقدر گرفت. مثلا این بدون افکت خیلی خوب گرفت، اینم با افکت. این از میریم افکت آخری که افکت لومتری کالر هست، میگیریم میندازیم روی کارمون. بچه افکتی که برای اصلاح رنگ تو پریمیر میزنم ولی حالا بوده پروژه‌ای که حالا ما تو افتر زدیم. به حضور شما ست کنم من اینجا بیسیک کارکشن رو باز میکنم، اینجا کنتراست کار رو میبرم بالا و میتونید مثلا کالر ویل دارید اینجا چه میدونم مثلا HSL سکندری که مثلا رنگ خاصی بخواد اعمال بکنید از اینجا اعمال میکنید. اینجا مثلا کرو ها رو دارید و میتونید این تغییرات رو بدید. بچه‌ها این از آموزش 10 تا افکتی که بهتون قول داده بودم. اگه دوست دارید قسمت دوم این آموزش هم داشته باشیم حتما لایک های این ویدیو رو تا یه هفته باید به 50 تا برسونید. این ادیت جذاب رو اگه دوست دارید یاد بگیرید این آموزش رو از دست ندید. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. خیلی مخلصین. یا علی مدد.